اکنون فینال دوستان عزیز از سمت راست تصویر گرافیکی محمدبکوف ورزشکار تاجیک اصلی تیم ملی جودوی فدراسیون روسیه که در این رقابت ها تحت پرچم فدراسیون جهانی جودو از تیم ورزشکاران بی‌طرف نمایندگی خواهد کرد. محمدبکوف با 3 هماوردش دست بالا شد بعد از آنکه که یک مرحله آزاد بود و آدم استادولسکی ورزشگر لهستانی باشد با 4 ورزشگر روبرو شد. پیروز شد و به فینال رسید. یوانا بابیوک از رومانیا داور درجه المپی است که فینال را داوری خواهد کرد. با جودوگی سفید ورزشگر 23 ساله از لهستان این آدم استادولسکی ورزشگری که اولین بار تا فینال گرند اسلم میرسد. با جودوگی کبوت محمدبکوف ورزشگری 23 ساله است و 3 نشان طلای گرند اسلم را تا این مدت در کارنامه دارد. 3 بار که به فینال رسیده با خاطرات خوب فینال ها را پشت سر کرده. اکنون 4مین بار است که در فینال هست و ببینیم آن قدرت و نیرویی که در مرحله مقدماتی داشت اگر در این فینال هم به نمایش بگذارد پس 4مین طلایش در حرفیتش رقم خواهد خورد. اما در همان لحظه مبارزه برای قپیدن آنچنان که به نظر می رسد استادولسکی اشتباه کرد و چنگ که زد به چشم راست محمدبک برخورد. این هم ندانسته بلکه تصادف به نظر می رسد که اتفاق افتاده باشد. مخلصان جودوی تاجیک را هم در سالن برگزاری مسابقات می بینیم. اکنون محمدبک برای قپیدن همان سمت دوست داشته یا سمت مورد نظرش کوشش کرد و استادولسکی اکنون در یک زیدی حمله از چنگ محمدبکوف رها شد. محمدبک بعد از بیشتر از 1 سال توقف در تیم ملی جودوی فدراسیون روسیه بر رقابت ها برگشت. با اقتدار برگشت. در بخش کار در زمین بسیار ماهر است محمدبک. ببینید چگونه از یک سمت به سمت دیگر ماهرانه حریفش را با این ترتیب غافلگیر خواهد کرد. وزر اتفاق خواهد افتاد. بسیار مستحکم با دستی راست از کمربند و با تخت پشت حریف را اداره می کند. گفتم که در بخش کار در زمین محمدبک بسیار ماهر هست و اگر با تعبیر کارش آمد کند در این بخش از مبارزه حریف را محکوب خواهد کرد در بالای تتمه و همین کار را هم کرد. محکم کوبید حریف را و توانست که 4مین طلای خود از گرند اسلم ها را در حرفیتش به دست بیارد و جایگاه خود را به صفت ورزشکار شماره 1 در تیم ملی جودوی فدراسیون روسیه حفظ کند. دو مدال طلا گفت اما 4مین مدال طلا از گرند اسلم ها برای محمدبک in a Grand Slam for Mahmudbekov, individual neutral athlete. Representing Poland, Adam Stodolski takes the ورزشگر لهستانی که اولین بار تا فینال گرند اسلم ها رسیده بود. ببینید چگونه عاجز ماند. در بخش اصول های کار در زمین دیگر نتوانست یک زیدی حمله کند یا از هدف حمله محمدبک رها یابد. و همین ترتیب تیم ملی جودوی فدراسیون روسیه که تحت پرچم ورزشکاران بی‌طرف بود
дар рақобатҳои гранд-слами остона ба туфайли ин тоҷик асл аввалин тиллоро ба даст овард ва ҷойгоҳаш акнун бубинем дар зинаи чандум мешавад. дар зинаи ҳафтум хоҳад буд. ҷойгоҳи тими варзишкорони бетараф ё иттиҳодияи варзишкорони бетараф. ба расми тақдими ҷоизаҳо таваҷҷӯҳ хоҳем кард